بریم برای آنباکسینگ سرویس قابلمه جهاز خونه مستقلی. شاید از نظر شما این که من اومدم این محتوا رو اینجا تو یوتیوب گذاشتم شوآف یا مضحک باشه، میدونم از نظر خودم هم شاید خیلی حالا چیز خیلی واجبی که بخوای نشون بدی نبوده باشه، اما ببین من چون شماها رو تو این پروسه این که چطور اومدم خونه تهران رو رهن کردم و چطور از کرج اومدم اینجا، چون شماها رو در جریان گذاشته بودم دوست داشتم که شما این رو ببینید. پس خب ببین اینا همه نتیجه زحمت چندین ساله منه که از آنلاین شاپم پول آوردم جمع کردم که حالا بتونم تو ویدیوهای قبلی حتما واسهتون توی دیسکریپشن لینکاشو میذارم. گفتن که چطور تونستم به اینجا برسم. خیلی دوست داشتم که اینجا به اصطلاح میگم به یادگار مونده باشه و خب این لحظه واقعا لذت بخشیه. اینجا اون قبلی که من باز کردم کتری و قوری بودش از برند اسنووا، الانم سرویس نمیشه گفت، قاشق چنگال هستش. اسم برندش به خاطرم نیست واقعیت و خب از نظر خودم خیلی خوشگل بود دیگه اینها خریدایی بود که من انجام دادم، به صورت قسطی انجام دادم از مغازه اسنووا فروشی دم محل جدید اینجا و خب خیلی برای ذوق دارم راستشو بخوای، چون ببین نمیدونم چجوری بگم، اونهایی که تو فاز زندگی مستقلی و دختر مجرد و چجوری بهت بگم اینکه زحمت بکشی برای کار تو آنلاین شاپ، اینها اونهایی که تو این فاز هستن این حس حال من رو کامل درک میکنن. من اینجا برای خودم یک سرویس نوزاد سفارش داده بودم که این استقلامی که میبینید سرویس نوزاد بود، یعنی سرویس سیسموندی بود به اصطلاح. و خب ماهیتش تو اینه که ببین خب من چون اینجا ماکروفر ندارم و از ماکروفر هم خیلی بدم میاد دیگه، گفتم هر غذایی که مونده باشه رو همینجوری کوچولو اینجا گرمش کنم و حس حال باحالی بده. اینا هم که دیگه همینطور که داری میبینی قسمت‌های کوچولویی از این قابلمه هست. بعد حالا ببین یه چالشی که داشتم این بود، به به خیلی زیباست. یه چالشی که داشتم این بود که من سرویسی که دیده بودم یه سرویس دیگه، اینی که میبینی که خب مسیه، یه سرویس دیگه که دیده بودم رنگش سرمه‌ای بود و خب ببین سرمه‌ای به خونه اینجا و حتی به سرویس این کاسه بشقاب میگن چی میگن دیگه، هم سرویس بشقاب سرامیکی که داشتم خیلی میومد. اما ببین اصلا این مسیه رنگ دل منو برد، نه که ما هم کارمون با نخ و دنیای رنگه، اصلا ببین نتونستم از این دل بکنم، گفتم آقا الا بالله همین. و خب خیلی خوشحالم که من اینا رو قسطی گرفتم، چون الان خب شایدش نداشتم که بخوام همه اینا رو حقیقتا پرداخت انجام بدم و خب این خیلی خوب شد. الانم که دارم اینو باز میکنم این سرویس قابلمه‌اش هستش و قابلمه‌اش خدا وکیل خیلی بزرگه، به به داریم بازش میکنیم. وای ببین تا این باز بشه من این سوتیو بهتون بگم که میبینم خنده. این جارو برقیه، ببین من حقیقتا نمیدونم تلفظش چیه، حالا هرچی. بعد من نمیدونستم این آلمانیه، خیلی شیک گفتم جارو برقیه فاخر خریدم یه برند ایرانی. وای این فروشنده از خنده مرده، بگم این چی میگه خدایا. اینجا هم که داریم این قابلمه ها رو باز میکنیم، به به چه کرده قابلمه ها. این پیشمنده اینجا هدیه گذاشته بود که ببخشید مفت نمیارزید، چون نمیدونم چجوری میشه پیشمند و از این دستگیره های قابلمه است، از اینا که چجوری بگم مثلا میخوره به ظرف اصلا خودش یهو میسوزه، در صورتی که دستگیره و یه خوب درست حسابی باشه دیگه، چه میدونم والا. حالا با این هدیه هاشون دیگه بریم با هم دیگه این قابلمه ها رو باز کنیم، اجازه بدیم ببینیم که این چی هستش. چقدرم که طول دارم میدم تا یه قابلمه بخوام در باز کنم. اگه براتون سوال بشه که من چطور تونستم اون قصه بگیرم، اینه که به این اینجوری ببین این از این قابلمه‌است که دیگه استاندارده دیگه، همه چی رو اینطوری درست کنین به اندازه بسیار موجه. احتمالاً اولین چیزی که سری خط میفته و از قیافه میفته همینه، چون سایزش از اون سایزاست که قشنگ راحت میتونی باش 1000 تا غذا درست کنی. این داشتم میگفتم برای شماهایی که مثلا براتون سوال چطور تونستین قصه بگیری، ببین غالبا توی مغازه‌های اینجوری یا مثلا باید فیش بازنشستگی داشته باشی یا کارمندی یا یه دسته چک داشته باشی. و خب من چون گردش حساب کاریمون خوب هستش، بر اساس گردش حساب کاریمون من دسته چک دارم که دیگه البته الان با این چک هایی که دادم دیگه چیز شد، دسته چک هم بساط کامل تموم شد و داریم میریم برای مرحله بعدی. به یه قابلمه کمی بزرگتر، مثلا این تو ما اگه نظرتون باشه مثلا چیز درست کنیم، اسمش یه کباب تابعی اینجا درست میکنیم، بسیار زیبا. به خدای رنگش خیلی، نه تو رو خدا تو کامنت من بگو این رنگش
بی‌نظیر نیست. به نظرم که خیلی قشنگه. ببین سن واقعا چه ذوقی دارم. این مثلا یه چیز تو مایه روزگلد و ایناست، روزگل مسی قشنگ یه تم خیلی خوبی داره. خب برم ببینم دیگه مرحله بعدی چی هستش. مرحله بعدی اجازه بدین وای خدا. بعد ببین این سرویس نوزادش با این سرویس بزرگی با هم چیز بوده، ست هم هستا. ببینم چی اینجا، اجازه بده. فکر کنم ببین این فکر کنم قابلمه بزرگی هست، چون یه قابلمه خیلی بزرگی داره. و مامانم اصرار داشت که حالا قابلمه این بزرگیتون خیلی چیکار کنی. من بابا این قابلمه بزرگی رو من توش دوستامو دعوت میکنم. خب ما چون جوانیم و خیلی حوصله آشپزی بزرگ نداریم، تهش پاپ کورن درست میکنم. گفتم من این تو یا پاپ کورن درست میکنم یا اصلا میام آش رشته درست میکنم. حالا ببینیم واقعا از منی که از صبح تا شب دارم کار میکنم و زور چپون مثلا میرسم یه فیله مرغ درست کنم، یه چیز در میاد یا نه، آش بشه در میاد. هم نمیدونم این بزرگتر بود خدا یا قبلیه، ولی ببین کلا قابلمه هاش درشت بود دیگه. اما بعدم نیست. حالا هر چی ببین وقتی که پول دادم تموم شد واقعا گفتم خدایا جو منو نگرفت. خب چرا مثلا من یه سرویسی میگرفتم که یه ذره سایزش کوچیک‌تر باشه، اینو خیلی مهمون محوره. آره ببین قشنگ میدم اون بزرگه باز کردم من گوشم اون پایین. خب ببینم اینجا چیه، اجازه بده این چیه، این سایز کوچیک‌تره هر چی که هست به نظر میاد. این چی آخ ببین این ذوقمین بود از اینا که توش استیک درست کنی و با تو خودت سوتیا. ببین الان من در اینو باز میکنم، وایس من در اینو باز میکنم. بعد ببین این باز میشه خیلی خنده دار میشه. وایس بعد میکنم تو اینستاگرام. من خیلی از این محتوا دیده بودم که مثلا تو این ماهیتابه میگن دیگه، استیک پز میگن، چی میگن اینجا درش باز شد. وای ببین ترسیدم تو این استیک پز مثلا غذا درست میکنن خیلی محتوای باحال دیده بودم. یعنی دیگه میتونم دوست داشتم که اینو داشته باشم. در واقع اینو دیدم من خیلی ترسی قرار گرفتم که این سرویس رو بگیرم. یعنی واقعا تکش هم میشد گرفت، ولی خب دیگه وقتی جو بگیرده جو گرفتت دیگه. یعنی یکی مثلا که قابلمه که گرفتم حقیقتا برای من بزرگه، ولی خب دیگه گرفته شد دیگه. اونم که گذاشتیم سر جاش. ببینم دیگه چی دارم اینجا. فکر نمیدونم جارو برقی رو باز میکنم، جارو برقی باز نمیکنم، اصلا یادم نمیاد. ولی اون واقعا این لحظه که قابلمه رو باز میکردم خیلی لحظه ارزشمندی بود. دلم داشت تنگ شدم. مثلا یه هفته گذشته احساس میکنم چه لحظات نابی ما تجربه میکنیم و خیلی وقتا شاید اونقدر عمیق ازش چی میگم مثلا اونقدر عمیق لذتش رو نمیبریم که چقدر اون احساس ارزشمندیه. ما گویا جارو برقی درشو باز میکنم. وای خب جارو برقی فخیر هستن، بخش نه فاخر هستن ایشون. حالا اونایی که در لفظ درستش رو میدونن راهنمایی میکنن. من چون سیاتیک دارم، یعنی سیاتیکم میگیره با اینا، این جارو برقی خیلی ظریف و کوچولو موچولو بود و واسه مثلا منی که دیگه یه نفرم خیلی خوب بود و مکش خیلی عالی هم داشت. این هم جارو برقی بسیار ریزقول من خیلی خوشگله خدا وکیلی. اینا جارو برقی گرفتم دستم و دارم ببینم چی میگم. آره پس واقعا من بود که این جارو برقی الان روی نردبونم جا میشه. و این بود از خریدهای بسیار جذاب ما. حتما میگم اگه دوتا محتوای قبلی من ندیدی ببین، خیلی حس حالش خوبه. مثلا بهت گفتم چطوری واقعا با کمک ذهن آگاهی و اینها من تونستم بیام تهران و یه سرچ مثل معجزه است. از زمان لحظه که دیدم اون دوتا محتوا رو انقدر ازش استقبال کردین، تصمیم گرفتم که این چیزای اینجوری هم به چنل اضافه کنم. و اینا که میدونین ماهیت اصلی چنل من آموزش در رابطه با فروش و اینستاگرام مارکتینگ هستش. و خب میگم از زمانی که متوجه شدم شما اینقدر علاقه من به زندگی مستقلی من هستین، اینها رو هم به چنل اضافه کردم. حال دلم با این محتوا هم خیلی خوبه چون اونا خیلی خوشگله. خدافظ.